با اقدام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فرخور بخشیده به 31 سالگی روز تاسیابی قوای مسلح جمهوری تاجیکستان تحت عنوان ارتش ملی تکیهگاه با اعتماد دولت شناسایی با یک روز حیات سربازان در دیدبانگاه سرحدی در قد چهاربینی سیاسی فرهنگی دایر کرده شد. اشتراکچیان این چهاربینی نمایندگان کمیته اجرایی حزب، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه، بخش کار با جوانان و ورزش، جوانان و مادران به این قسم حربی با دسترخوان و تحفه‌های عیدانه آمدند. در این دیدبانگاه سرحدی جوانان از شهر و ناحیه‌های کشور محبوبمان خدمت وطن مادر را صافدلانه ادا نموده ایستادند. بعد ختم دانشگاه دولتی باختر به نام ناصری خسرو به خدمت مادر وطن شامل شدم. اینک طول 11 ماه می شود که من در صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان یعنی در قشون‌های سرحدی خدمت مادر وطن نموده ایستادم و دعوت به عمل می‌آورم که هر یک شهروندی ملت، هر یک جوانمردی با آری این وطن باید خدمت مادر وطن را به جا بیاورند. طوری که میگویند اینجا وطن خرم صاحب شرفان است، صاحب شرف آن کس که پی حفظ وطن خیز. در این سفر مهمانان اشتراکچیان این چهاربینی یک روز حیات سربازان از شرایط خدمت سربازان جایخوابی آنها از نزدیک دیده نموده در این موضوع با سربازان هم صحبت گردیدند. در این دیدار مادران از نان و کلچه ها و دیگر طعام‌های ملی برای سربازان دسترخوان عیدانه آوراستند. چهاربینی سیاسی و فرهنگی که تحت عنوان ارتش ملی تکیهگاه با اعتماد دولت برگزار گردید بازدید از یک روز حیات سربازان قشون خدمت در صف ارتش ملی جوانانی که در خدمت حربی شامل نشدند به صف قوای مسلح از حیات و روزگار سربازان بازدید کردند و اعتماد حاصل کردند که امروز خدمت در صف ارتش ملی هم شرف است و هم قرض و هم فضل مردانگی است و با تشبث و دستگیری های به واسطه سرفرمانده عالی قواهای مسلح پرزیدنت کشور محترم ایمان الرحمن در قشون‌های سرحدی در قسم‌های حربی و نظامی شرایط برای سربازان خوب به طور اعلا مهیا گردیده است. در قسمت جامعه عیدانه از نام کمیته اجرایی حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان در ناحیه فرخور و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه سربازان و افسران این قسم حربی را بخشیده به سالگرد روز تاسیابی قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان تبریک نموده از نام بخش کار با جوانان و ورزش به سربازان کتاب و تحفه‌ها تقدیم کرده شدند. در قسمت فرهنگی چهاربینی کارمندان بخش فرهنگی ناحیه برای سربازان برنامه رنگین کنسرتی را پیشنهاد گردانیدند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهروف از ناحیه فرخور برای برنامه اطلاعاتی نوید.